با گذشت کمتر از یک هفته از صادر شدن حکم خلبان اوکراینی نادژدا ساوچینکا سر و صدا در مورد تبدیل احتمالی با زندانیان دیگر بیشتر می شود. روز 30 مارس برخی مقامات روسیه گفتند که مسکو می خواهد فهرست افرادی را که برای تبدیل با ساوچینکا پیشنهاد شود بیشتر کرده با علاوه دو نظامی در اوکراین بازداشت شده باز حداقل دو شهروند روسیه زندانی در ایالات متحده آمریکا ویکتور بوت و کنستانتین یراشنکو را پیشنهاد کند. ویکتور بوت یک تاجر زاده تاجیکستان سال 2012 در ایالات متحده آمریکا برای فروش سلاح برای فعالیت‌های تروریستی به 25 سال زندان محکوم شده است. ولی در واکنش سریعش نماینده سفارت آمریکا در مسکو ویل استیونز گفت که واشنگتن چنین تبادل زندانی ها را پیش بینی نمی کند. سخنگوی پوتین پیسکوف هم گفت که درباره چنین یک تبادل چیزی نشنیده است، هرچند از این پیش خود پیسکوف گفته بود که در مذاکرات اخیر وزیر خارجه آمریکا جان کری با مقامات روس در مسکو همین موضوع و نام‌ها مطرح شدند و روسیه به گفته پیسکوف پیگیرانه از حقوق شهروندانش حمایت میکند. قضیه ساوچینکا و احتمال تبدیل با زندانیان تا کجا رسیده است؟ موضوع صحبت ما با رستیسلاف خوتین، شارح بخش اوکراینی رادیو آزادی است. رستیسلاف سلام. سلام. رستیسلاف بگوید که واقعا هم تا کجا شانسی تبدیل ساوچینکا با زندانی‌های دیگر وجود دارد؟ شانس довольно реальный, об этом говорит украинское руководство на самом высоком شانس وجود دارد. این را رهبریت کلان حکومت اوکراین هم تاکید می‌کند. آنها دو راه آزادکنی ساوچینکو را اندیشه می‌کنند. راه اول تبدیل ساوچینکو با دو نظامی سرایاست جاسوسی است، الکساندر و یرفیف است که در شرق اوکراین بازداشت شدند. آنها آن زمان همچون نیروی غاصبگر برای جنگ بر ضد نیروهای حکومتی اوکراین آمده بودند. راه دیگر این است که بعد به اجرا درآمدن حکم زندان دادگاه روز 6 اپریل امکان دارد که او را برای ادای جزایش به اوکراین تسلیم کنند. بعداً اوکراین میتواند او را آزاد کند. اوکراینی ها به این باورند که راه اول بیشتر عملی شونده است. در ساعت اول بعد قرائت حکم ساوچینکا در دادگاه، پیترو پروشنکو پرزیدنت اوکراین گفت که آماده است دو شهروند بازداشت شده روسیه را به روسیه بدهد. ولی بعداً هر گونه سر و صدای دیگر شنیده شد و حالا ما میبینیم که وضع کمی تغییر مییابد. تا کجا تا امروز موقع حکومت اوکراین در این زمینه دیگر نشده است؟ نه، موقع حکومت اوکراین تغییر نیافت. روسیه اشاره کرده است که چنین امکانیت وجود دارد، ولی این قرار باید در بلندترین سطح در میان دو رئیس جمهور قبول شود. پیترو پروشنکو در این سمت کار زیادی کرده است. از جمله یک به اصطلاح فهرست ساوچینکو ترتیب داده شد که پاسخ اوکراین یا تحریم های روسیه برای دادگاه غیرقانونی ساوچینکو قلمداد می شود. برای جلب توجه به سرنوشت ساوچینکو، اوکراین یک معرکه کلان بین المللی را در غرب اروپا راه اندازی کرد. پرزیدنت به نزدیکی با دو وکیل دفاع ساوچینکو شخصا ملاقات کرد، یعنی او این قضیه را زیر نظارت خود گرفته است. در روزی که حکم ساوچینکو قرائت شد، سخنگوی پرزیدنت در تالار دادگاه اشتراک کرد و به خود او گزارش داده یک نشست مطبوعاتی هم دایر کرد. باید گفت وضع در اصل خیلی مشکل است. ساوچینکو چند بار اعلان گرسنه‌نشینی کرد. جانب روسیه به طبیبان اوکراینی و آلمانی حق معاینه ساوچینکو را نمی‌دهد. خود ساوچینکو که اصلاً قرار دادگاه را اعتراف نمی کند، از بازبینی شدن این حکم هم دست کشید. رهبریت اوکراین حالا تمام تلاش‌هایش را برای آزاد کردن ساوچینکو از اسارت روسیه به خرج داده است. معلوم می شود که ساوچینکا علاقه کایها باز به یک مایه تجارت روسیه با اوکراین و غرب تبدیل یافته است و از روی آن صحبت هایی که حالا ما می بینیم اسمی بود هم اینجا وارد شده است. معلوم می شود که مسکو می خواهد منفعت های خود را در حل قضیه ساوچینکا دنبال کند، فراتر برد و علاقه بحث را تا به واشنگتن بالا برده است. به فکر شما
با وجود اینکه حالا مقامات امریکا میگویند که این بحث اصلا مطرح نشده است، تا کجا واقعا هم این بحث میتواند در میان گذاشته شود، یعنی آزادشوی بود و دیگرها. Но здесь нужно понимать главный момент, درباره что روی خط افراد احتمالی برای تبدیل با سافچنکو زیاد میگویند، ولی واقعیت این است که سافچنکو یک نظامی امریکایی نیست، او اوکراینی است. مسکو و واشنگتن نه، بلکه کیف و مسکو باید زندانی ها را تبدیل کنند. بله، او در عراق در هیئت نیروهای پاسدار صلح خدمت کرده است. این قضیه کیف و مسکو است. در کیف سافچنکو را بیگناه می‌سابند. او یک دپوتات پارلمان و هم وکیل انجمن پارلمانی اروپایی است. او قهرمان اوکراین و یک نظامی است. اصلا تبدیلی او با دو نظامی نیروهای اشغالگر را هم بسیاری ها زیر سوال میبرند. ولی در نهایت امر بسیاری ها به این فکرند که با هر قیمت او باید از پشت پنجره بیرون آورده شود، چون که سلامتی و زندگی او زیر خطر است. اوکراین طوری گفتیم آماده است که او را تبدیل کند، تنها به این دو نظامی که گفتیم. я думаю, не захочет, чтобы меняли на кого-то там. تشکر زیاد. هم صحبت ما رستیسلاف خوتین، شارح بخش اوکراینی رادیوی آزادی بود.